میگم حاجی هیچی این دنیا بی حکمت نی. هر چیزی رو که من بهش فکر کردم بهش رسیدم. این صحبت هایی که الان میکنم توضیح نمیتونم در موردش بدم. حاجی واقعا آدم وقتی که خودش باشه خیلی اتفاقای خفنی برات میفته. این که خودت باشی، میدونی یعنی چی میگم خودت باشی؟ یعنی اگه بزرگترین اتفاق زندگیت حتی اگه مثلا تو رویات هم برات دست نیافتنی بود برات دست یافتنی شده رو تو خودت نگه داری حاجی، با خودش باش حال بکنی، میدونی، خرابش نکنی. حاجی من تو دنیای واقعیم آدم کم حرفیم اونایی که منو میشناسن، ولی خب تو اینجا خیلی حرف میزنم. کلا تنها هستم انرژیم خیلی زیاده، تو پابلیک تو شلوغی انرژیم میره. حاجی یه اتفاقی افتاد اصلا حال قلبم خوشه بعد 10 سال. حاجی یک انسانی که من اصلا کاری ندارم چی کاره هست، نمیخوام اصلا بگم کیه، مرد زنه پسر دختر چیه، هر چیزی که هست، یه انسان باحال، یه انسان خفن که میدونستم روح من به اون آدم نزدیکه، ولی فکر میکردم که مثلا شاید هیچ کانتکتی برقرار نشه. اصلا من فکر میکنم همه این اتفاقا افتاد که من با اون طرف، با اون انسان اون کانتکت رو داشته باشم. من چش خیلی برای من مهمه، کانتکت چش تو چش، که این اتفاق یه جورایی افتاد ولی با دیلی، با یه فاصله یه ذره. آره خلاصه که در هر صورت میگم اگر تنهایی و اگر خودت غصه میخوری و یه دنیای تو تاریکی خودت داری، شاید اصلا تو نوری، شاید اصلا نور خود تویی. من امروز فهمیدم نور خود منم، نور من بودم. یعنی امروز همه چی برای من ثابت شد. کل این سالها تنهایی و تو خونه نشستن و تو فاز خودم بودن نتیجه داد. فهمیدم که وقت زندگیمو هدر ندادم. احساس کردم که اون انسانی که باید منو میفهمید فهمیده. این یه چیزی که تو قلب من و خدا اون طرف خواهد موند تا آخر عمر. الان میگین خب کسکش برای چی گفتی؟ دیگه گفتم دیگه. خیلی حال میکنم با شما. به قرآن بازوی منو ببین. تو این مسیری که اومدم از سن 10 سالگی تا الان به مو رسیدم ولی پاره نشدم. از اسب افتادم ولی از اصل نیفتادم. خودم رو حفظ کردم. چجوری خودم رو حفظ کردم؟ با تنها موندن، با تو خودم نگه داشتم، با خودم خیلی رفیقم. یارو چوری میگه از خدا ناامید نشو، فهمیدی؟ تو هم نباید از خودت هم ناامید بشی. حالا داداش من این یارو میگه خدا هوای تو رو داره. من اگه در رو وا کنم همین الان بپرم پایین، خب گاییده میشم زیر ماشین دیگه. خب اول خودم خدای خودم، خودم هوای خودم رو دارم، بعد اون انرژیه که منو هوای منو داره. آره بعد این صحبت ها همینجا تموم میشه، هیچ ادامه پیدا نمیکنه. استوری بعدی من همون کسخل قبلی میاد، آیسی کسخل هم میاد. گفتم احساسم